салом. охирин таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. имрӯз чаҳоршанбе 22 апрели 2020 сол аст. имрӯз 22 апрел дар маркази саломатии шаҳрии рақами 1 шаҳри Душанбе 4 бемор аз касалии шуш фавт карданд. Азапилус аз қавли директори бемористон Хуршед Рустамзода менависад ки мутаассифона имрӯз 4 нафар беморон аз касалии шуш фавтиданд. Нафарони фавт карда аз 60 сола боло ҳастанд ва ҳамаашон марданд. Ба гуфтаи вай санҷишҳо барои коронавирус дар ҳамаи 4 нафари фавт карда манфӣ нишон додааст. Дар ҳамин ҳол дар хабар дарҷ мегардад ки ҳоло дар беморхона зиёда аз 100 нафар гирифторони бемории шуш бистарӣ ҳастанд ки вазъи сиҳатии 3 нафари онҳо вазнин арзёбӣ мегардад. یادآور می‌شویم که معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان شادیقان جمشید در جلسه سریداره پیشگیری کرونا ویروس گفته بود که بنابر شرایط نامساعد آب و هوا شماره بیماران راهی نفس از جمله پنومونیا در روزهای اخیر یکباره افزایش یافته است. طبق اطلاع مرکز جمهوری آمار و اطلاعات طبی وزارت تندرستی کشور سال گذشته شماره آدمانی که گرفتار بیماری شوش بودند 12802 نفر را در بر می‌گیرد. در ازبکستان پیران تنها و شخصان معیوب که به نگاهبین محتاجند با محصولات مجموعه هر ماهه و محصولات گیگینی در دوره کرانتینی تامین کرده می شوند. چون این قرار را کمیسیون مخصوص جمهوری اوید به مبارزه با کرونا ویروس ازبکستان قبول کرده است. مجموعه کمک‌های محافظتی از کرونا ویروس برای نفران احتیاجمند را 10 عدد نقاب یک کرته استفاده شونده، 10 جفت دستپوش‌های یک وقته، 2 آنتیسپت‌های مایع و دیگر لوازمات گیگینی در بر می‌گیرد. گفته می‌شود که همه این مبلغ‌ها از حساب بودجه محلی در ازبکستان خریداری شده از روی روی خط به پیران و معیوبان و عائله‌های نیازمند تقسیم کرده می‌شود. تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیده استادید. پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان در جلسه نوبتی خود 22 اپریل لایحه قانون درباره کمک حقوقی را برای شهروندان قبول کرد. معاون اول وزیر عدلیه تاجیکستان عبدالمنان خالقزاده قید کرده است که طبق کنستیتوسیای کشور همه به حمایت سودی کفالت داده شده است. شخص حقوق دارد از ادوکات از لحظه دستگیر شدنش استفاده کند و یاری حقوقی در تمام مرحله های تفتیشات و مرافعه های دادگاهی کفالت داده می شود. با وجود این قید کرده می شود که سیستم کمک رایگان حقوقی که پورا یا قسما از حساب بودجه دولت مبلغ گذاری می شود به تکمیل نیاز دارد و از این رو لایحه قانون تهیه کرده شده است. قانون نو مکانیزم رسانیدن کمک حقوقی را ساده کرده مشکلات موجوده را برطرف می‌کند. غیر از آن معاون وزیر عدلیه تاجیکستان ابراز داشته است که قانون برای تامین عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان قبول کرده شده است و درباره نگرانی کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد درباره دسترسی کمک رایگان حقوقی به شخصان نیازمند از دولت گزارش داد. عبدالمنان خالقزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان قید کرده است که مکانیزم پیشنهاد کمک رایگان حقوقی که در قانون پیش بینی شده است در ابتدا از جانب 90% دونورهای بین المللی و 10% از بودجه دولت جمهوری مبلغ گذاری می شود. در نظر داشته شده است که تا سال 2025 تدریجاً حصه دولت به این مبلغ گذاری به 100% برابر کرده شود. در قریم جسد یک نفر مقامدار مسکو را دریافت کردند. گفته می شود که از غیب زدن لیانید اوشارین معاون سردار ریاست فرهنگ شهر مسکو که 47 سال دارد 2 هفته پیش نزدیکانش به پلیس خبر داده بودند. با طفیل چاره‌های جستجویی جسد مرگ 47 ساله لیانید اوشارین معاون سردار ریاست فرهنگ شهر مسکو در یکی از اتاق‌های اجاروی در شهر یالتا یافت شده است. خبر می‌دهد ریاست تفتیشاتی قریم تاکید می‌گردد که در جریان از نظر گذراندن جسد لیانید اوشارین در بدن آن نشانه‌های مرگ مجبوری آشکار نشده است.
حالا مفتشان شعبه تفتیشاتی شهر یالتا تمام حالتهای مرگ لئونید اوشارین، حادثه‌های پیش از او، مسیر سفر و ارتباط او را معاین کرده ایستادند. برای معاین کردن سبب‌های دقیق و حالتهای مرگ شخص منصبدار مسکو در کریم اکسپرتیز طبی سودی تعیین کرده شده است. لئونید اوشارین در سال 2018 معاون سردار ریاست فرهنگی شهر مسکو تعیین گردیده بود. دادستان گنرالی ایالت میسوری به دادگاه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری مردمی چین شکایت برده است. دادستان گنرالی ایالت میسوری آمریکا اریک شمیت مقامداران چین را در پنهان کردن معلومات درباره کرونا ویروس نو ابدار میکند که به اندیشه او اهالی جهان از این زیان جدی دیدند. در مرافعه دادگاهی هنگام خواندن خلاصه ابدارکنی دادستان گفته است که چین مسئول پاندمی ویروس کووید 19 است. این کشور می توانست آن را پیشگیری کند، اما از دادن معلومات به دیگر کشورها خودداری کرد و حالا باشد ویروس تمام جهان را بنا به خنک نظری جانب چین فرا گرفته است. اریک شمیت دادستان گنرالی ایالت میسوری آمریکا بر این باور است که مقامات چین باید ورود و خروج شهروندان را در کشورشان زودتر بسته می‌کردند تا کرونا ویروس به تمام دنیا پهن نمی‌گشت. برای ایالت میسوری طوری که در مرافعه سودی تاکید شده است، وضعیت بعد از جمله ضرر اقتصادی باعث افزایش یکباره بیکاری ساکنان ایالات گردیده است. در ایالات متحده آمریکا باز چند شکایت خصوصی علیه چین به دادگاه رفته است. قبلا گزارش پخش شده بود که 3 ساکن شهر نیویورک آمریکا علیه سازمان عمومی جهانی تندرستی به دادگاه شکایت بردند. ساکنان نیویورک سازمان جهانی بهداشت را در پنهان کردن معلومات پاندمی ویروس کووید 19 در چین ابدار میکنند. قبلا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ موقتا بازداشتن مبلغ گذاری برای سازمان جهانی بهداشت را اعلام کرده بود. با گفته ترامپ سازمان جهانی تندرستی به چین از حد زیاد اعتماد کرد و امکان بازداشتن پاندمی را در آغاز رشد آن از دست داد. در سازمان جهانی بهداشت این ایده‌های جانب آمریکا را بعدتر رد کردند. پرزیدنت آمریکا اینچنین به چین هشدار داد که اگر معلوم شود که جانب چین برقصدانه معلومات را آشکار نکرده است و یا در پهنشوی کرونا ویروس مستقیما دست دارد، این کشور را به بدترین روزها گرفتار خواهد کرد. شما خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی عکس دستورهای وزارت کارهای داخلی روسیه را برای توضیح دادن فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تحت رقم 184 از 18 اپریل سال 2020 نشر کردند که طبق آن مهاجران که در روسیه با پتنت کار میکنند از پرداخت‌های هر ماهه آن تا 15 ایون آزاد کرده میشوند. حجت مذکور را معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراوی به امضا رسانیده است. در صحیفه دوم سرخط اول آمده است که در مهلت ذکر شده، یعنی از 15 مارس تا 15 ایون سال 2020 برای دراز کردن مهلت اجازتنامه و پتنت‌های کاری مراجعت شهروندان خارجی ضرور نیست. اینچنین پرداخت‌های پیشکی عاید به انداز از درآمد برای شخصان واقعی از جانب شهروندان خارجی برای فعالیت مهنتی در اساس پتنت طلب کرده نمی شود. در حجت اینچنین قید کرده شده است که شهروندان خارجی که در روسیه قرار دارند و حجت‌های اجازتنامه‌دهی فعالیت ندارند، نوابسته از مقصد واردشوی به حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه است 15 مارس تا 15 ایون می توانند فعالیت مهنتی را بدون اجازتنامه پتنتی اجرا کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه در مراجعت خود به شهروندان طبق قرار داخلدار اطمینان داد که در مدت 3 ماه از 15 مارس تا 15 ایون به آنها لازم نیست که حجت‌های ثبت نام مهاجرت، پتنت و اجازتنامه کاری را برقرار کنند. در دوام مهلت ذکر شده تمدید مهلت بودجه مهاجران نیز صورت نمیگیرد. یادآور می‌شویم که روز 18 اپریل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را صادر کرد که قاعده‌های بودجه خارجیان و شخصان بشهروند در روسیه را با سبب تهدید پنجشنبه ویروس کووید 19 سبکتر می‌نماید.
ساکنان دهه‌های زرافشان و تاجیک‌آباد ناحیه جبار رسولov ولایت سوخت نقطه‌های نظارت مردمی را در درآمدگاه‌های ناحیه‌شان از سرحد قرقیزستان به سمت تاجیکستان تشکیل نمودند. در این خصوص رادیو آزادی خبر می‌دهد. بنا به گزارش این نقطه‌ها با مقصد پیشگیری واردشوی سرایت کرونا ویروس به حدود منطقه را اندازه گردیده است. نقطه‌های گذرگاه‌های نظارت مردمی طول 10 روز باز ماشین‌هایی که به سمت شهرک‌های زرافشان و تاجیک‌آباد وارد می‌شوند به ضرر گردانی می‌کنند. چون این اقدام را ساکنان دهه‌ها پس از فوت حبیب الله شادیف و حاجی محمد تاشف ساکنان ناحیه جبار رسولov روی دست گرفتند. مقامات تندرستی گفتند که شهروندان حبیب الله شادیف و حاجی محمد تاشف از بیماری شش دو طرفه فوت کردند و در گذشت آنها هیچ ربطی به کرونا ویروس ندارد. در دهه‌های زرافشان و تاجیک‌آباد ناحیه جبار رسولov ولایت سوخت 15000 اهالی زندگی می‌کنند. میرزا علیزاده یک ساکن دهه گفته است که در پاسگاه‌ها همه نقلیاتی که به دهات وارد می‌شوند با محلول‌های مخصوص به ضرر گردانی می‌کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که در کشور یگان حادثه کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، اما همزمان شرح داده شده است که خروج پنیومونیا در شرایط نامساعد آب و هوا، تغییرات ناگهانی حرارت و فرارسی هوای سرد به تاجیکستان به عمل آمده است. مقامات تندرستی تاجیکستان میگویند که از اول فوریه تا 20 اپریل آنها بیش از 8200 نفر را تحت کرانتین قرار دادند و وضع صحتی همه آنها خوب است و هیچ نشانه از گرفتاری به ویروس کووید 19 در بدن نفرانی که در کرانتین قرار دارند آشکار نگردیده است. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. به شما استراحت با فراغت را تمنا میکنم و سلامت باشید. با برنامه‌های دیگر رادیو موجیر بمانید.